این به نظر می رسد که اویله مهاجران توجیک رستم و لولا با 3 فرزندانش در جنجال بین دو ستوره روس در بین آب و آتش میمانند. اکاترینا لیوبومسکایا آوازخوان سابق گروه استریلکی و رهبر جمعیت مالکان شهرک کاتیج‌های نواخووا در ولایت مسکو در مصاحبه اختصاصی با پایگاه خبری بامداد ادعای ستوره بالت روسی آناستاسیا ولچکووا را رد کرده و گفت هیچ بدبینی نسبت به خلقهای دیگر از جمله به تاجیکان ندارد. من آدمان را هیچگاه از روی نژاد یا ملت جدا نمی کنم. این را می تواند همکار من در ریاست این شهرک کاتیج‌ها جاوید تصدیق کند. او هم از تاجیکستان است ولی خیلی انسان پاک وجدان می باشد که من خیلی خوب به قدرش می رسم. من انسانها را بر اساس چنین معیارها به مثل پاک وجدانی جدا می کنم، نه از روی ملت. یادآور می شویم هنرمند شایسته روسیه ستوره بالت آناستاسیا ولچکووا در صحیفه‌اش در اینستاگرام از اوج گرفتن ملتگرایی در نواخووا که او در آنجا زندگی میکند شکایت کرد. ولچکووا در یک ویدیوی 9 دقیقگی از اویله مهاجران از تاجیکستان که در کاتیج او در نواخووا زندگی میکنند پشتیبانی کرد. آناستاسیا ولچکووا گفت که این اویله را در خانه خود جا داده است. آنها در خانه ولچکووا صاحب 3 فرزند شدند ولی در حدود شهرک نواخووا این اویله تاجیک‌ها دچار تبعیض شده است چون که رهبر شهرک آوازخوان سابق گروه یک زمان مشهور استریلکی اکاترینا لیوبومسکایا به گفته ولچکووا از آن ناراضی است که این اویله تاجیک‌ها ایدهای ملی خود را با شادی و شور و صدای بلند تجلیل میکنند و بالای این کودکانش در میدانچه کودکان نواخووا همراه کودکان ساکنان دیگر این شهرک بازی میکنند. این دخترک‌ها یکیش 5 و دومی 3.5 ساله دارند و در میدانچه با عوض بازی داشتند ولی او گفته است فرزندان کارمندان حق در اینجا بازی کردن ندارند. این ملتگرایی است. با یک لحن پر از احساس اظهار داشت ولچکووا. اویله مهاجران تاجیک به ولچکووا در کارهای خوجکی به حیث فراش، باغبان و آشپز به ولچکووا یاردم میکنند ولی رقاصه بالت روس گفت آنها کارمند نه، عضو اویله منند. چه فرق دارد که از کدام ملتند؟ از روی ملت جدا کردن کودکان در زمان ما یک کردار خیلی پست است اظهار داشت ولچکووا.